در گذر تاریخ زنان قشقایی با شجاعت و درایت دوشادوش مردان ایستادند، با صبر و اراده ای که در دل کوهها و دشتها طنین انداز شده است. برخی مادرانی فداکار، برخی سیاستمدارانی جسور و برخی دیگر حافظان فرهنگ و هنر ایل بودند. در این بخش به یاد و نام برخی از بزرگبانوان تاریخ قشقایی خواهیم پرداخت که هر یک روایتی از شجاعت و خردورزی را در دل تاریخ حک کردند. زنان تأثیرگذار در عرصه سیاست و اجتماع. خدیجه بیبی کشکلی دختر حاج عبدالله کشکلی و همسر صولت‌الدوله قشقایی از بانوان برجسته ایل بود که در دوران مبارزه همسرش با نیروهای بریتانیایی و حکومت رضاشاه نقشی کلیدی ایفا کرد. پس از تبعید صولت‌الدوله مدیریت ایل را بر عهده گرفت و در برابر فشار حکومت پهلوی ایستادگی کرد. رضاشاه که قصد داشت او را به تسلیم وادار کند، از شجاعت و تدبیرش چنان متحیر شد که گفت در ایران فقط دو مرد وجود دارد، یکی خدیجه بیبی قشقایی و دیگری بانو فخرالدوله قاجار. پس از قتل صولت‌الدوله او همچنان در کنار فرزندانش به هدایت ایل پرداخت و در دهه 1320 با ساخت بیمارستان، درمانگاه و تأمین بودجه دانشکده پزشکی شیراز گامی مهم در بهبود وضعیت بهداشتی عشایر برداشت. حتی پزشکان آلمانی را برای درمان مردم قشقایی استخدام کرد. او سالهایی را در تبعید گذراند، اما پس از انقلاب 1357 به ایران بازگشت و تا پایان عمر نماد سیاستمداری و استقامت باقی ماند. فرخ لقا بیبی، بانوی مبارزه و مدیریت. فرخ لقا بیبی دختر صولت‌الدوله و همسر سهرابخان بهادری از کودکی در کنار پدرش با مفاهیم مبارزه و سیاست آشنا شد و پس از کودتای 28 مرداد 1332 در مدیریت امور قشقایی ها نقشی حیاتی ایفا کرد و با ارسال گزارش ها و شکایات رسمی از حقوق قشقایی ها دفاع کرد و حتی در مسائل اجتماعی شهر شیراز نیز تأثیرگذار بود. یکی از اقدامات مهم او حمایت از زنان شیراز بود که علیه افزایش قیمت برق اعتراض کرده بودند. این اقدام چنان گسترده شد که مهدی فرخ استاندار وقت فارس در گزارشی به شاه اشاره کرد که در فارس دو فرخ وجود دارد، یکی من و یکی فرخ قشقایی و باید فقط یک فرخ بماند. فرخ لقا بیبی تا پایان عمر در کنار ایل و خانواده خود ماند و همچنان به عنوان نماد مقاومت زنان قشقایی شناخته می شود. زنان مدیر و رهبران طوایف در تاریخ ایل قشقایی. تاریخ ایل شکوهمند قشقایی شاهد حضور زنان برجسته‌ای است که پس از فقدان همسرانشان با تدبیر و شجاعت مسئولیت سرپرستی طوایف را بر عهده گرفتند. از جمله این زنان طلعت بیبی خواهر صولت‌الدوله که پس از درگذشت همسرش بهادرخان طایفه سهرابخانلو را با شایستگی هدایت کرد. صفیه گلین همسر قربان علی بیگ که سالها با اقتدار و درایت طایفه بلی زیرک را رهبری کرد. معصومه گلین دختر نصیر بیگ تیبی
که پس از درگذشت همسرش حیدرخان جعفر بیگلو با اقتدار سالها طایفه جعفر بیگلو را مدیریت کرد. گوهرگلین همسر رضا قلی بیگ رحیملو که پس از درگذشت همسرش کلانتری طایفه رحیملو را با شایستگی عهدهدار شد. مادران نمونه و فداکار قشقایی. معصومه بهمن بیگلو همسر حبیب خان گرگینپور نمونه ای از مادران فداکار قشقایی بود که با مهر و استواری 8 فرزند خود را پرورش داد، در حالی که 4 نفر از آنان نابینا بودند، اما هیچگاه اجازه نداد که این محدودیت مانعی برای بالندگیشان شود. فرزندانش به ویژه فرود و فرهاد در عرصه موسیقی قشقایی تأثیر بسزایی داشتند و نام قشقایی را جاودانه کردند. معصومه بیبی با صبوری و محبت به عنوان نمادی از مهر مادری در تاریخ قشقایی شناخته می شود. فرنگیس قادری جعفر بیگلو مادر علم و استقامت، زنی بی سواد اما سرشار از امید بود. با عشق و تلاش 8 پسر و 2 دخترش را به مسیر علم و پیشرفت هدایت کرد. ثمره فداکاری هایش 3 پزشک فوق تخصص، 1 پزشک عمومی، 1 داروساز، 1 کارشناس درمان و 3 مهندس شد که هر یک در جامعه تأثیر بسزایی داشتند. زنان هنرمند قشقایی. پاسداران فرهنگ و موسیقی. با وجود محدودیت‌هایی که در ایل برای فعالیت‌های هنری وجود داشت، بانوانی جسور توانستند ساختارها را بشکنند و بر عرصه هنر مسلط شوند. آنان با هنرمندی بی‌نظیر خود فرهنگ و موسیقی قشقایی را زنده نگه داشتند. از جمله این بانوان میتوان به هوا، ماه پرویز، زینت، آفتاب، شهین جهانگیری، پروین بهمنی و بسیاری دیگر اشاره کرد. غنیمت اژدری مدافع محیط زیست و حقوق عشایر. غنیمت اژدری خبرنگار و فعال محیط زیست، یکی از چهره‌های شاخص در زمینه حفظ طبیعت و تنوع زیستی و حقوق ایلات و عشایر ایران است. او با تحصیلات عالی و تعهدی بی‌نظیر در عرصه‌های بین‌المللی به نمایندگی از سازمان‌های مردم نهاد ایران در کنفرانس‌های محیط زیستی شرکت کرد و به عنوان رابط و هماهنگ کننده مناطق غرب و آسیای میانه در کنسرسیوم جهانی قرق‌های بومی فعال بود. زنان قشقایی از مادرانی که در سایه محبت و فداکاری فرزندانی مؤثر و فرهیخته پرورش دادند، تا زنانی که در میدانهای سیاست، فرهنگ و مقاومت با شجاعت و خردمندی خود تأثیرات شایانی در تاریخ گذاشتند، همواره نماد استقامت و خردورزی بودند. آنان نشان دادند که نقش زنان در تاریخ نه تنها محدود به امور خانواده، بلکه در عرصه‌های بزرگتر نیز می‌توانند مسیر یک ملت و روند تاریخ را تغییر دهند.